سلام، وقتتون بخیر. همونطور که قبلا گفتم قراره تو این تانک یه ماهی قرار بگیره که احتمالا خیلیاتون ندیدینش. بعد از اینکه شن عربی رو ریختم و 3 تا سنگ ساده برای دکور گذاشتم، رسیدیم به مرحله آب با آب کردن ماهیمون. خب اینم از سوپر رد کانفای جذابه. برای انتخابش با آقای فدایی که مدیریت مجموعه ایران فلاور رو دارن و خیلی تخصصی رو ماهی فلاور کار میکنن مشورت کردم و ایشون این ماهی رو پیشنهاد دادن. اول که نگاه میکنید شاید فکر کنید این ماهی از نژاد ویجاست، ولی در واقع یه ماهی هیبرید نسل F1 که حاصل جفتگیری بین کانفا که یکی از نژادهای فلاوره و ویجا. یکی از ویژگی هایی که این ماهی داره و کمتر کسی در موردش صحبت میکنه اینی که این ماهی ها خیلی گارد میگیرن، یعنی وقتی هم نوعشون رو میبینن یا حتی صاحبشون رو میبینن نسبت به این اتفاق یه واکنشی نشون میدن که تمام این واکنش ها و این خصوصیت ها از ویژه ها به ارث برده شده. اینکه این ماهی در آینده چه شکلی میشه یا اصلا مثل فلاورا هد میزنه یا نه فعلا مشخص نیست و این دقیقاً همون چالشیه که من قبولش کردم. حالا باید با گذر زمان و با تغذیه مناسبی که من واسه این ماهی اختصاص دادم منتظر نتیجه نهایی باشیم. ممنون از توجهتون.